با سلام. این قسمت آموزش درست کردن تستر رو میخوایم به شما آموزش بدیم که تستر کارش مشخص کردن برق منفی یا مثبت ماشین هستش. یه روش خیلی ساده رو الان براتون اینجا آموزش میدیم، ولی بچه‌ای که کارشون تخصصی تر هست میتونن از اومد استفاده بکنن که خیلی راحت تر دقیق تر کار انجام، ولی خیلی بحث ساده تر واسه تشخیص سیما درست کردن تستر هست. الان برای تستر یک به غیر از اومد دیگه با اومد کاری نداریم. شما برای درست کردن تستر باز میکنیم درب متعلقات رو در میاریم. کلا کاری با متعلقات داخل فازمتر نداریم. ما فازمتر که داخلش کاملا خالی شد، ما برای درست کردن تستر احتیاج به یک LED و یک مقاومت 670 اوم سوزن و یه تیکه سیم. با این 4-5 مجموعه شما میتونید راحت یک تستر درست کنید. اول از همه سوزن رو، حالا هر سوزنی که دوست دارید، چون این سوزن باید طوری باشه که برای تست کردن شما بتونید داخل سیم فرو بکنید. به این تستر رو با یه تیکه چسب به سر فازمتر میچسبونیم. اجازه ده باید تیکه چسب با یه تیکه چسب. حالا هر روشی که خودتون دوست دارید، این ساده ترین نوع روش ممکن است که میتونید حالا با هر وسیله این کار انجام. این تا اینجا نوک فازمترمون درست شد. LED دو تا پایه داره، یه پایه بلندتر از پایه دیگه‌شه. پایه بلندتر پایه مثبت و پایه کوتاه‌تر پایه منفی هستش. مقاومت 670 اوم ما به پایه مثبت متصل میشه. به این صورت اینو متصل میکنه. البته اینو باید لحیم بشه، شما حتما این کار انجام بدید. حالا ما واسه آموزش هست. پس مقاومت 670 اوم به پایه بلندتر متصل میشه. به این صورت باز میکنید پایه ها رو. برای راحتی کار میایم از دو تا فنری که داخل خود فازمت بود استفاده میکنیم. فقط از فنرها رو در میاریم. فنرها رو در میاریم. برسون برسونم که پایه مقاومت رو متصل میکنیم به فنر. پس شد یه پایه مقاومت متصل میشه به فنر. یه پایه مقاومت متصل شد به فنر. پایه بالایی LED مون هم متصل میشه به فنر بالایی. اینا رو حتما رو لحیم کاری بکنید. به این صورت. بعد کل این عملیاتی رو که به هم متصل کردید و داخل خود فازمتر میکنید و یه دیگه رشته سیم اگر از سر فازمت میتونید داخل بکنید، بستگی به نوع فازمتتون داره. حالا این ابتکاری هستش. متصل میکنید به فنر بالایی. به این صورت.
الان این تستر آماده هستش. حالا کار این تستر به چه صورت هست؟ شما هر کجا که بخواید برق 12 ولت رو تشخیص بدید کافیه سر سوزن رو داخل سیم بزنید. به فرض یه تیکه از رشته سیمای ماشین هستش، میخوایم ببینیم این آیا منفیه یا مثبت. اگر جایی که سر سیم بود که چی میزنیم، اگر که دیدیم جای سیم لخت نیست میزنیم داخل سیم سر سوزن رو و سر دیگه که به ته فاز متصل به بدنه ماشین میزنیم، به بدنه ماشین متصل میکنیم. اگر چراغ داخل فازمترمون روشن شد مشخص میشه که این سرسیم مثبت هستش. و همین طریق میتونید تشخیص بدید که آیا این سیم مثبت هست یا منفی. و اگر برعکس کار بکنی، اگر اینکه این سرسیم رو بزنید به منفی و این سرش رو بزنید به مثبت مشخص میشه که این سیم منفی هستش. این طریقه. حالا روی ماشین هم یه نمونه براتون آزمایش میکنم. با تشکر. قسمت بعدی طریقه قرار دادن دستگاه مرکزیه که کجا نصب کنیم. یه زیر فرمون قابشو باز میکنیم. بعد از باز کردن قاب زیر فرمون دستگاه مرکزی زیر قاب نصب میشه. حالا با بستای مربوطه قشنگ محکم میکنید. سیما رو کلا همه رو دورش رو نوار میپیچید برای اینکه این موقع اتصالی چیزی پیش نیاد. و مسئله دیگه میمونه رد کردن سیم ها، که سیم ها رو از کجا رد بکنید. برای کاپوت جلو به فرض میخواید سیم آژیر رو رد بکنید، سیم سنسور کاپوت رو میخواید رد بکنید که طریقه رد کردنش، حالا اگر که بتونیم نشون بهتون بدیم، دقیقاً زیر کلاژ اگر دقت بکنید زیر کلاژ یک روزنه میبینید به داخل موتور که میتونید اینو از اونجا رد بکنید. اگر بتونیم نشون بدیم که خیلی عالی میشه. و بحث بعدی رد کردن سیم های صندوق پران. صندوق پران کارش چیه؟ تو بعضی از دستگاه مرکزی ها این امکان هست که با نگه داشتن یکی از دکمه های ریموت کنترل صندوق عقبتون باز بشه. برای رد کردن سیم مربوطش سیمو میارید از بغل، از پشت فیوز ها رد میکنید، از قاب بغل رو باز میکنید، از همین سمت میارید قاب رو باز میکنید و قاب این سمت هم باز میکنید و سیما رو رد میکنید، از دوشک عقب هم باز میکنید و سیما رو رد میکنید. اگر بخوایم از صندوق عقب هم بهتون نشون بدم طریقه رد کردن سیم ها رو، ببینید این سیم هایی که اومده برای صندوق پران که میاد دقت بکنید قاب باز میشه، کلا این قاب باز میشه و صندوق پران نصب میشه. طریقه بستن متعلقات دزدگیر مثل LED خود دزدگیر هستش برای اینکه فعال بودن دزدگیر رو نشون بده. حالا هر جایی که دوست دارید میبندی. آنتن دستگاه هستش که روی شیشه نصب میشه. و یه بحثی بود که بهتون روی وایت بورد گفتم، بخش 4 حفاظت داخل اتومبیل که توسط بستگی داره. میتونید توسط سنسورهای التراسونیک که به این صورت هم میتونید سمت راست و سمت چپ نصب بکنید که اگر حرکتی داخل ماشین انجام بشه آجر بگیره. فقط این سنسورها رو باید با سنسور ضربه‌ای ماشین سری بکنید. سنسور ضربه‌ای ماشینم که اگر دقت بکنید میایم زیر راهنما که دقت کنید ببینید با ضربه فعال میشه. این سنسور ضربه‌ای هم طریقه نصب بشه. حالا باز بستگی به خودتون داره. زیر فرمون نصب میکنید که سیمش با سیم چشمی یا سری و با سوکت مربوطش داخل دستگاه مرکزی
متصل میشه. بحث بعدی بحث نصب سیم‌های قفل مرکزی هست. قفل مرکزی کارش این هستش که شما کلا درپاتون رو بتونید باز و بسته بکنید توسط ریموت کنترل. توی پژو پارس سیم‌های مربوطه به قفل مرکزی زیر جعبه فیوز و اگه دقت بکنید یه سوکتی رو میبینید اینجا، رشته سیم‌های مربوط به قفل مرکزی. شما البته دقت بکنید، شما باید 2 تا رشته سیم از دستگاه مرکزیتون بیارید، یه دونه برای باز کردن در و یه دونه برای بستن در. خب این 2 رشته سیم میاد متصل میشه به یک رشته سیم قرمز و یک رشته سیم سبز برای باز و بسته کردن درپای و قفل مرکزی. این هم طریقه نصب سیم که یه دفعه دیگه من جای مربوط به سوکت رو بهتون نشون میدم. سوکت مربوطش دقت بکنید. اگرم که مشکل داشتید باز برای تشخیصی که اشتباه نکنید میتونید برق 12 ولت به هر کدوم از این سیم ها بدید. اگر قفل مرکزیتون باز یا بسته شد مشکلتون حل. اگر مثبت بدید باید بسته بشه، اگر منفی بدید باید باز بشه. میتونید این کارم انجام بدید که ببینید که واقعا سیم ها درست هست یا نه. طریقه کار دزدگیر بعد از تحریک شدن شامل 3 قسمت میشه. 1. آژیر کشیدن، قطع برق موتور، اعلام نوع تحریک دزدگیر به ریموت کنترل در نوع تصویریش. بعد از اینکه دزدگیر تحریک شد توسط سارق، کار دزدگیر آژیر کشیدن و قطع برق میشه. قطع برق موتور. چگونگی قطع برق موتور توسط دزدگیر. برای این منظور باید از رله استفاده بکنیم، چون اگه رله استفاده نشه به علت برق 12 ولت 60 آمپر اتومبیل دزدگیر آسیب می‌بینه. برای اینکه برق اتومبیل مستقیم از دزدگیر عبور نکنه باید از یه رله استفاده بکنیم که این رله توی خود محتویات خود دزدگیر هستش. طریقه نصب رله، ما چطور میتونیم رله رو نصب بکنیم؟ رله شامل 5 قسمت هستش. 1 2 3 4 5. برای فعال کردن رله و زمانی که داره آژیر میکشه دزدگیر اتومبیل ما، رله کارش قطع برق هستش. یعنی برق موتور ما رو قطع میکنه که ماشین دیگه استارت نخوره و روشن نشه. رله به این صورت هستش که یه برق مثبت و یه منفی برای راه اندازی خود رله احتیاج هست. این منفی و مثبتش از خود دزدگیر گرفته میشه. مثبتش وصل میشه به دستگاه مرکزی، بستگی به نوع دستگاه مرکزی داخل خود کاتالوگ همون دزدگیر مربوطه نوشته که این برق مثبت وصل میشه به مثبت رله و همینطور منفیه. تا اینجا مشکل نداریم. این 2 تا رشته متصل میشه به دستگاه مرکزی. میمونه 3 رشته دیگه که ما از این 3 رشته فقط 2 قسمتشو کار داریم. در حالت عادی این 2 قسمت به هم متصل هستش. شما از سویچتون قسمت آن سیمو قطع میکنید، وصل میکنید به قسمت شماره 1 و رشته سیم بعدتون رو وصل میکنید به سیم مربوط به موتور. موتور 2 تا رشته سیم داره، یه رشتهش که بدنه متصله، یه رشته دیگهش اومده به سویچ.
که به آن وصل هستش. شما سیمی که از موتور اومده به آن وصل شده رو قطعش میکنید، یه رشته سیم یک رو وصل میکنید به آن و رشته شماره 2 اونو وصل میکنید به موتور. این دوتا داخل رله به هم متصل هست. پس در مجموع برق ما در حالت عادی ارتباط برقرار هست. حالا اگر اینکه دزدگیر فعال بشه و آژیر بکشه، بعد از آژیر کشیدن این ارتباط رو برای ما قطع میکنه و باعث میشه که ارتباط بین آن و موتور قطع بشه و ماشین برقش قطع بشه. و حالا شما میتونید در حین که ماشین در حال حرکت هست توسط بعضی از دزدگیرها ماشین رو خاموش بکنید، یا اینکه وقتی که دزدگیر فعال هست به هیچ عنوان ماشین روشن نشه. استارت میخوره ولی روشن نمیشه. این کلا طریقه نصب رله بود روی اتومبیل. عیب یابی. به چند مورد از عیب‌های که بیشتر موقع اتفاق میفته: یک، قطع آژیر، باز بسته نشدن درها، کار نکردن ریموت کنترل، کار نکردن یکی از کلیدها، فعال شدن ناگهانی. قطع آژیر بعضی اوقات همه موارد خوب کار میکنن، فقط صدای آژیر نیست. شما با تست کردن خود آژیر رو از جا درارید یا فقط رشته سیم مربوطش رو قطع بکنید، به مثبت باتری بزنید. اگر آژیر کار کرد که مشکل از دستگاه مرکزیه، اگر آژیر کار نکرد آژیر رو عوض کنید. دو، باز بسته نشدن درها توسط ریموت کنترل. بعضی اوقات دفعه اول دفعه دوم باز و بسته میشن 4 تا در همزمان. اگر دفعه سوم یا چهارم دیگه عمل نکرد یا بعضی اوقات عمل کرد بعضی اوقات عمل نکرد، یکی از علتها ضعیف بودن باتری ماشین. ولی اگر 3 تا در عمل کرد، یک در باز و بسته نشد، پمپ مربوط به اون در باید عوض بشه. کار نکردن ریموت کنترل از راه دور. دو علت باعث میشه که ریموت کنترل خوب کار کنه. یک، قطع شدن سیم آنتن خود ریموت کنترل که خیلی اتفاق میفته و نصب صحیح آنتن داخل ماشین. بحث بعدی ضعیف بودن باتری ریموت کنترل یکی از علتهای کار نکردن ریموت کنترل هستش. اگر همه این موارد چک شد و باز کار نکرد، ریموت کنترل باید دوباره به دستگاه مرکزی کده‌ای بشه. 4، کار نکردن یکی از کلیدها. اگر که 3 تا کلید روی ریموت کنترل کار کرد و یکی از کلیدهاش کار نکرد، ریموت کنترل کلید مربوطش خراب شده. اون کلیدی که کار نمیکنه باید تعمیر بشه یا تعویض. بعضی اوقات فعال شدن ناگهانی دزدگیر که خیلی موارد پیش میاد، دزدگیر خود به خود آژیر میکشه. دو علت داره. یکی باید سنسور ضربه‌ایش و حساسیتش رو کمتر بکنید که بعضی اوقات حساسیت بالا باعث میشه که این اتفاق بیفته. و نصب چشمی داخل خود اتومبیل که این چشمی ها طوری تنظیم شده که بیرون اتومبیل هم میگیره و باید درجه حساسیت چشمی رو کم بکنید یا تنظیم چشمی رو طوری انجام بدید که فقط داخل محوطه اتومبیل رو بگیره. این 5 موردی بود که بیشتر مواقع اتفاق میفته. با تشکر. تقسیم بندی اتومبیل از نظر حفاظتی. اتومبیل داره 5 قسمت هست: درهای اتومبیل، کاپوت جلو، صندوق عقب، داخل اتومبیل و بیرون اتومبیل و همون ضربه خوردن اتومبیل میشه. برای حفاظت اتومبیل دستگاه مرکزی
یا پالس منفی یا پالس مثبت اگر بهش برسه دستگاه مرکزی فعال میشه. حالا ما باید از هر کدوم از این 5 مورد یک پالس منفی یا مثبت برای دستگاه مرکزی ارسال میکنیم. دربای اتومبیل که 4 درب خودروه که توسط لادری ها حفاظت میکنه که هر یک از این لادری ها بعد از باز شدن در یا تحریک منفی یا تحریک مثبت که معمولا ما از تحریک منفیش استفاده میکنیم برای دستگاه مرکزی ارسال و منجر به تحریک شدنش میشه. کاپوت جلو باز به همین طریق از تحریک منفی استفاده میکنیم که بعد از باز شدن کاپوت جلو یه برق منفی به دستگاه مرکزی ارسال و عملیات انجام میشه. صندوق عقب برای حفاظت صندوق عقب یه تغییرات کوچیکی ما باید اعمال بکنیم که این تغییرات به این صورت هست. در حالت عادی صندوق عقب اگر نظر شماتیک نقشه کشی میخوایم بهش بگیم یه لامپ روشنایی داره که این لامپ برای روشن شدن احتیاج به یه برق مثبت و یه برق منفی و یه کلید برای قطع و وصلش که این کلید توسط خود صندوق بالا پایین شدن صندوق قطع و وصل میشه. برق مثبت داخل لامپ، برق منفی داخل کلید. در حالتی که کاپوت بسته است، صندوق عقب بسته است، لامپ قطع، کلید ما قطعه و لامپ خاموش. بعد از اینکه صندوق عقب باز میشه این کلید وصل و لامپ روشن میشه. حالا ما از همین لامپ میایم استفاده میکنیم برای تحریک کردن دزگیرمون به این صورت که یک رشته سیم بعد از کلید تقریبا از همین جاش ما میگیریم و این رشته سیمو به دستگاه مرکزیمون ارسال میکنیم. این رشته سیم به این صورت هست که به برق منفی میاد پشت کلید. بعد از اینکه در صندوق عقب باز شد این کلید متصل، برق منفی میاد تا اینجا. این برق منفی ما تحریک میکنه دستگاه مرکزی رو و اعلام میکنه که صندوق عقب باز شده و آژیر میکشه. برق منفی صندوق عقب رو ما با 4 تا درب که تو بخش یک گفتیم لادری ها یکی میکنیم که باعث میشه 4 تا درها اونا باز برق منفی ارسال میکنن و صندوق عقب برق منفی. اینا رو با هم مشترک میکنیم و تقریبا میشه با 5 تا رشته سیممون که مشترک میشه داخل دستگاه مرکزی وارد میشه. بخش 4 و بخش 5 رو داخل اتومبیل توضیحاتشو میدیم ولی در مجموع داخل اتومبیل رو ما توسط سنسورهای الکترونیکمون یا حالا چشمی‌های مربوطه که اگر شیشه اتومبیل شکسته بشه کسی بخواد داخل ماشین ظرفی یا کیف پولی رو برداره دستگاه مرکزی آژیر بکشه و ضربه خوردن اتومبیل هم توسط سنسور ضربه‌ای که حساسیتش قابل تنظیم هست. حالا هر چقدر حساسیتش تنظیم باشه بهتر که اگر ضربه به ماشین وارد بشه، اگر کسی توی خیابون یا تو پیاده رو به ماشین شما ضربه وارد بکنه شما متوجه بشید. این دو مورد احتیاج هست که روی ماشینتون نصب بشه. این دو مورد هم روی اتومبیل طریقه نصبش که خیلی راحت هست و بهتون میگم. فقط این سه مورد میمونه که اینا رو میاد توضیح داخل خود ماشین بهتون میگم. طریقه پیدا کردن سیم مربوط به صندوق عقب، همون سیمی که بین کلید و لامپ هستش. تشک عقب رو بر می‌داریم. این کلا تو ماشینای پژو به این صورت هست. این نمونه‌ای که الان داریم خدمتتون عرض می‌کنیم پژو پارس هست که رشته سیم‌های مربوطه رو می‌بینید. سیم مربوط به
چراغ عقب زرد رنگ هستش. برای اینکه مطمئن بشید همین هست، شما تسترتون رو وصل میکنید بهش و رشته سیم رو وصل میکنید به بدنه. حالا به هر جای بدنه فرقی نمیکنه. وصل میکنید به بدنه. اگر اینکه تسترتون روشن شد، این همون رشته سیم هست. ولی برای اینکه مطمئن بشید، الان ببینید من تستر رو وصل کردم به سیم. خب تستر نشون میده که این رو الان روشن میشه. خب اگر من صندوق عقب بزنم بالا، خب الان از همکارم میخوام که صندوق عقب بزنه بالا و من الان این سیمو وصل میکنم. ممنون که زدید بالا. الان من بعد از اینکه صندوق عقب رو بزنید بالا، همون رشته سیم نباید روشن بشه. این نشون میده که این همون رشته سیم مربوطه ما هست. در مجموع این رشته سیم، ما یک رشته سیم از دستگاه مرکزی میاریم و متصل میکنیم به رشته سیم زرد رنگ ما و با نوار چسب اینو میبندیم. البته سیم زرد رنگ دو تا دیگه هم هست، ولی به خاطر اینکه بتونید تشخیص بدید کدوم هست، ساده ترین روش استفاده از تستر هستش. برای پیدا کردن سیم مربوط به لادری ها، چون اگر دروازه ماشین باز بشه باید یه برق منفی به دستگاه مرکزی ارسال بشه. حالا اون سیمی که از دستگاه مرکزی میاد ما باید متصل بکنیم به سیم لادری. خب در پژو و مدل‌های پایین‌تر، پراید، پیکان، تشخیص سیم لادری به این صورت هستش که شما میتونید لادری رو درارید اجا و نوع رنگ سیمش رو تشخیص بدید که ببینید چه رنگ هست و از بغل کلاژ نوع سیمش رو توسط تستر پیدا بکنید و اون رشته سیم رو بهش متصل بکنید. ولی برای این مدل پژو پارس این امکان نیست، چون سیستم ما دارای تأخیر هستش، دارای 30 ثانیه تأخیر هست. به خاطر این ما مجبوریم سیم تحریک لادریا رو از جای دیگه بگیریم. به این منظور سیم تحریک مربوط به پژو پارس رو ما از سمت راست اتومبیل سیم مربوط به لادری های پژو پارس در سمت راست و بعد از اینکه قاب بغل رو باز کردید یک رشته سیم زرد رنگ رو شما اینجا میبینید. همین رشته که نوار چسب بهش وصل هست. طریقه وصل کردن سیم لادری ها رو میخوایم بهتون بگیم که چطور یه رشته سیم از دستگاه مرکزی متصل بکنید به لادری ها. منظور اون از لادری ها چیه؟ یعنی اینکه وقتی که یکی از 4 در ماشین باز شد دستگاه آژیر بکشه. حالا توی پژو پارس به این شکل هستش که سمت راست اتومبیل قاب پایین رو باز میکنید. طریقه باز کردنش به این صورت هست که خاری هست، از پایین میکشید و قابو در بیاد به این شکل. خب شما اینجا اگر دقت بکنید ما یک رشته سیم اینجا به شکل زرد رنگ که روش نوار چسب بسته شده. ببینید توی سوکت پایینی از این رشته سیم ما استفاده میکنیم و اون رشته سیم از دستگاه مرکزی رو از این زیر میاریم و متصل میکنیم بهش.
برای چی ما از اینجا میگیریم؟ چون توی پژو پارس بعد از اینکه درپای ماشین بسته میشه لامپ چراغ سقف 30 ثانیه روشن هست. این زمان تأخیر داره. ما برای که زمان تأخیر رو بتونیم حذفش بکنیم توی دزدگیر مجبور از اینجا بیایم کار انجام بدیم. طریقه تشخیص این نوع سیم رو توسط تستر انجام میدیم به این شکل که تستر رو برعکس ما استفاده میکنیم، چون تحریک منفی ما میده. از ته تستر استفاده میکنیم و متصل میکنیم به رشته سیم. اگر ما یکی از درها رو باز بذاریم و نوک تسترمون رو وصل بکنیم به یه برق مثبت، الان این رشته سیم رو من وصل کردم برق مثبت برای اینکه آزمایش بکنم و روشن بشه، نشون میده که چی؟ این سیم درسته. واسه تست مجددش اگر من لادری رو بگیرم و تستر خاموش بشه نشون میده که همون رشته سیمی که گرفتم درست هستش. این رشته سیم مربوط میشه به لادری ها. یه رشته سیم رو وصل میکنیم به این و سیم صندوق عقبم با همین مشترک میکنیم و هم میپیچونیم و وصل میکنیم به دستگاه مرکزی. تمام. برای رد کردن بعضی از سیم ها به سمت راست اتومبیل طرف کمک راننده، سیم ها رو از قاب بغل رو باز میکنیم، قاب بغل سمت راست گاز رو باز میکنیم و از اینجا سیم ها رو به سمت راست هدایت میکنیم و از اون سمت سیم ها رو میکشیم. این طریقه رد کردن سیم ها. برای حفاظت کاپوت جلو، برای اینکه وقتی که کاپوت جلو باز شد دستگاه مرکزی آژیر بکشه، ما مجبوریم یک سنسور اینجا نصب بکنیم. این سنسور روی دستگاه مرکزی هست، اگر نبود باید خریداری بکنیم. یک رشته سیم از دستگاه مرکزی میارید و وصل میکنیم به این، یه با مته یه سوراخ روی بدنه میزنیم و اینو مربوطه رو وصل میکنیم. وقتی که کابوت پایین هست اتصال قطعه و وقتی که کابوت میره بالا اتصال وصل میشه و یه برق منفی به دستگاه مرکزی ما ارسال و موجب آژیر کشیدنش میشه. برای نصب آژیر یک رشته سیم دیگه که معمولا حالا بستگی به نوع دستگاه مرکزی داره، حالا تو این نوع دستگاه مرکزی رنگ سیم ما صورتی هستش. یک رشته سیم از دستگاه مرکزی میاد و به آژیر متصل میشه و سیم بعدی آژیر دو تا رشته سیم داره. سیم بعدی آژیر اتصال بدن هست که معمولا اینجا نصب میکنن. یه سوراخی روی این بدنه میزنن و سیم مثبتی که از دستگاه مرکزی اومده وصل میکنن به آژیر و سیم منفی خود آژیر رو اتصال بدنه میکنن. ولی برای بهتر حفاظت کردن اتومبیل بهتر آژیر جلوی دست نباشه. ما توی این مدل ماشین آژیر رو جایی نصب کردیم که شما نمیتونید آژیر رو پیدا بکنید، نه سیمی که رد شده به آژیر. چون اگر بعد از این که اتومبیل آژیر بکشه طرف میتونه کمتر از 5 ثانیه کاپوتو باز بکنه و سیم آژیر رو قطع بکنه. ما به خاطر همین سیم رو از جای آوردیم که نتونه پیدا بکنه و حتی آژیر هم به سختی بتونه پیدا بکنه که این نمونه آژیر رو اگر دقت بکنید ما پایین نصب کردیم. حالا دیگه بستگی به نوع خودت داره، ولی معمولا همکارای ما به خاطر تنبلی جای آسون رو انتخاب میکنن.